اگه کنار خیابون وایسم و بگم مستقیم؟ چیه؟ میگی مستقیم؟ میخوای بگی فقط اهل راه مستقیم هستی و پاتا کج نمیذاری؟ من راننده تاکسی ام، منم میخوای رنگ کنی؟ قیافت تابلوه که اهل اختلاس و خلافی، مسافر خلافکار، اهل رشوه، سارق حرفه‌ای. خجالت بکش، حیا کن. اصلا به درک بشین دربست میبرم. چاره چیه؟ بشین تا قاطی نکردم. تو بشین دیگه. حالا اگر کنار خیابون وایسم و نگم مستقیم؟ چیه؟ نمیگی مستقیم؟ البته منم بودم روم نمیشد بگم مستقیم. با این اختلاسی که تو کردی، با این قیافه تابلویی که تو داری، معلومه که نمیتونی بگی مستقیم. مسافر خلافکار، سارق حرفه‌ای، کیف قاپ نامرد. خجالت بکش، حیا کن. اصلا به درک بشین دربست میبرم. چاره چیه؟ بشین تا قاطی نکردم. دیگه بالا. و اما اگر کنار خیابون وایسم و بگم دربست؟ چته؟ دربست میکنی؟ تو نگی دربست کی بگه دربست؟ عمه من بگن؟ خلافکار کیف قاپ حرفه‌ای اختلاط دربستی. خجالت بکش، حیا کن. باشم به درک بشین دربست میبرم. چاره چیه؟ بشین تا قاطی نکردم. بشین دیگه. حالا اگر وقتی نگه داشت صندلی جلو بشینم و درم محکم ببندم؟ چه مرگته؟ مسافر خلافکار اختلاس کیف قاپ حرفه‌ای نامرد، درم محکم میبندی. لابد دربستم میخوای بری؟ آره خب معلومه دیگه. تو دربست نری کی بره؟ عمه من میخواد دربست برم؟ به درک بشین، خودم دربست میبرم. چاره چیه؟ بشین تا قاطی نکردم. بشین دیگه، مثل آدم بشینی. کمربندت هم ببر. بیا بالا. حالا اگر وقتی نگه داشت صندلی عقب ماشین بشینم و درم آهسته ببندم؟ وای ننه. چیه؟ نازی تا حالا مسافر خلافکار اختلاس کیف قاپ قاتل حرفه‌ای خجالتی ندیده بوده. الهی دورت بگردم. اصلا نگران نباش، خودم دربست میبرمت. چاره چیه گلم؟ بگو من کم تحملم. راحت بشی تا قاطی نکردم. آفرین. الان برات یه آهنگ دیجی هم میذارم. گلم تا حال کنی زلیل مرده. حالا اینو گوش کنید. اگر وقتی کنار خیابون وایسم و راننده تاکسی جلوی پام ترمز کنه و بگه بیا بالا و منم بگم من جایی نمیرم همینجوری وایسادم، از ماشین پیاده میشه میاد یقمو میگیره و میگه چه مرگته اختلاسی که میکنی. کیف قاپم که هستی، سارق حرفه‌ای هم که هستی، عملم که داری از قیافت اصلا تابلو هم معلومه. حالا سوار تاکسی من نمیشی؟ مسافر خلافکار سوار تاکسی نشو. پر رو. خجالت بکش، حیا کن. برو بشین، خودم دربست میبرم. برو بشین تا قاطی نکردم. زود باش. اگه وقتی یه روز جمعه صبح ساعت 9 صبح سوار تاکسیش بشم و بگم لااقل اون رادیو رو روشن کن برنامه جمعه ایرانی گوش بدین؟ وای دادم. چه شده؟ اختلاس و کیف قاپی و رشوه‌گیری که هستی، جمعه ایرانی هم که گوش بکنی. خب یهو بگو امروز کلن دربست باید در اختیار شما باشم دیگه. چرا رود نمیشه؟ مسافر خلافکار جمعه ایرانی گوش کن. خجالت بکش، حیا کن. اصلا به درک امروز هم دربست در خدمت شما هستم. چاره چیه؟ چقدر که دوست دارم کنم. بشین که رفتیم. بشین دیگه. اگه یه روز کنار خیابون جلوی یه تاکسی دیگه دست نگه دارم و بگم دربست، خاک بر سرم. چیه؟ داری سواری تاکسی دیگه میشی؟ بیا اینجا ببینم. تو مسافر خلافکار اختلاس کیف قاپ حرفه‌ای خودمی. مگه من میذارم سوار ماشین دیگه بشی؟ بیا خودم دربست میذارم. مسافر خلافکار عملی کارتون خواب دوکوری مکوری خودم. به درک. چاره چیه؟ بیا سوار شده. بیا دیگه. بله البته این داستان همچنان ادامه داره اما من دیگه فرصتشو ندارم. من باید برم با اجازهتون. چه مرگته بچه؟ فرصتش نداری؟ کجا داری میری؟ میخوای بری دنبال اختلاس و خلافکاریا؟ آره خجالت بکش، حیا کن. حیا کن. اصلا به درک. بیا خودم دربست میبرمت. بیا دربست. بیا سوار شو. میگم بیا. کجا داری میری؟ بیا. برو بابا دیوونم کردی. کجا؟ وایسا بیا. به جان مادرم هر جا بری دنبالت میکنم. وایسا دربست ببرمت. اصلا نمیشه. وایسا. لطیفه های ریسه میزه.
بله، با اعلامی که دوستانمون کردن معلوم شد که باید بریم به سراغ لطیفه های ارسالی شما. اولین لطیفه رو اصغر شایان از خرم‌آباد لرستان برمون فرستادن. مردی وارد قهوه خونه بین راه شد و رو کرد به قهوه چی و گفت آقا یه چای به من بدین. چایی نداریم، چایی خوش هست بدن. آب گرم چی دارین؟ نداریم، آب سرد هست بدن. باشه بده، چای خشک با آب سرد بده. آهای پسر، اجاق و زیر آقا روشن کن تا چاییش دم بکشه. از هندیجان خوزستان همیرا بشارت نوشتن بچه آقای دست و دلباز میاد خونه و باباش بهش میگه آهای بچه، امسال چی کار کردی؟ میخواستی چی کار کنم بابا؟ قبول شدم دیگه. ای خاک تو سرت کنن، تمام بچه ها 7-8 تا تجدیدی آوردن خونه، تو دست خالی اومدی. از مشهد مهدی عبدالله زاده نوشتن یه زن و شوهری داشتن با هم صحبت میکردن. اولی به دومی میگه امروز رفته بودم شهرداری. کی میگه کار آدم راه نمیندازم؟ به جونی تو یه دقیقه هم نشد که کارم راه انداختن که خودم هم باورم نمیشه. وا چه حرفا، من که باورم نمیشه. خب حالا واسه چی رفته بودی شهرداری؟ هیچی، رفته بودم عوارضی نوسازی ما بدم. از شیراز خانم یا آقای توانگر نوشتن بچه از پدرش میپرسه بابا جورینا میشه بگی فرق مسلسل با تفنگ چیه؟ آره پسر جونم، اینا تفنگ مثل حرف زدن من میمونه، ولی مسلسل مثل حرف زدن مامانت ایناست که یه ریز پشت سر هم حرف میزنه. از نجف آباد اسماعیل یاوریان درباره دیر غذا آوردن رستوران ها لطیفه به این شهر برای ما نوشتن. مشتری بعد از مدتی معطلی گارسون رو صدا میزنه و میگه ببینم آقاه، تو همونی نیستی که رفتی برای من غذا بیاری؟ چرا قربان خودم هستم. ماشالله ماشالله چه بزرگ شدی.